برخی از فعالان جامعه شهروندی تاجیکستان از شیوه نوی فشار نهادهای قدرتی شکایت دارند. به گفته فعالان، مقامات تلفن و کامپیوترهای آنها را مصادره کردند و معلوم نیست که کی برمیگردانند. مقامات در این زمینه هیچ شرح نمیدهند. حقوقشناسان میگویند در کامپیوتر و تلفن‌های موبیلی معلومات‌های شخصی جای داده می شود و گرفتن آن تنها با قرار دادگاه ممکن است. همکارم میرزانبی خالقزاد موضوع رو پیگیری نمود و در استودیو همراه ماست. میرزانبی لطفاً بگویید که تلفنی چند نفر رو گرفتند؟ ببینید مومین، طبق اطلاع دریافتی ما تا این دم مقامات تلفن موبیلی 3 نفر از فعالان بدخشانی را گرفتند. در سالهای اخیر چنین تجربه در تاجیکستان نو است. تا این وقت اساساً تلفن و کامپیوتر نفرانی از سوی مقامات گرفته میشد که بازداشت شدند. ولی علیه این 3 نفر از فعالانی که تلفن و کامپیوترشون گرفته شد پرونده جنایتی آغاز نشده است و آنها در آزادی هستند. خود این نفران به خاطر سخت‌تر نشدن مشکلشون نمیخوان نام و نسبشون آشکار شود و آشکارا صحبت کنند. مقامات هم خاموش است. بله. آیا معلوم است که مقامات چرا تلفن‌های نفران رو گرفتند؟ دلیل چی است؟ چیزی به اونها گفتند یا نه؟ مقامات تا حال رسما در این باره چیزی نمیگویند، ولی همصحبتان ما میگویند تلفن‌های آنها بعد بازپرسی عاید به حادثه‌های خارق الروشن که ماه گذشته رخ داد از سوی مقامات گرفته شده است. یکی از این نفران گفت سند ترتیب داده تلفن او را گرفتند، ولی مقامات به این نفران نگفتند که کی تلفن‌هایشان را برمیگردانند. این است وضعیت. میرزانبی، چرا گرفتن تلفن‌های فعالان در جامعه نگرانی‌ها را به میان آورده است؟ واقعا مومین، ببینید فعالان جامعه شهروندی را گرفتن تلفن‌هایشون بیشتر نگران کرده است، چون به گفته فعالان مقامات میتوانند از داخل تلفن همه معلومات را گرفته بعداً علیه خودشون استفاده برند. برای نمونه مقامات وقت تلفنی بلاگر خوشام گلام را گرفتند به خاطر یک مکاتبه علیهش با ماده 307 کدکس جنایی پرونده باز کردند. یعنی تا این دم اگر به خاطر لایک ماندن در شبکه‌های اجتماعی مقامات نسبت یک نفر پرونده باز میکردند، حالا برای مکاتبه میتوانند شخص را به جوابگیری کشند. حقوق شناسان در این باره چی میگویند؟ اونها چی نظر دارند در رابطه با این؟ برخی از حقوق شناسان میگن در شرایط امروز تلفن موبیلی نه تنها واسطه تماس بلکه یک مخزنی است که همه معلومات شخصی، خصوصی و کاری میتواند در آن جای داشته باشد. مثلا شهرت قدرت وکیل پیشین دفاع در تاجیکستان برای رادیو آزادی میگوید گرفتن تلفن شخصی که علیهش پرونده باز نشده است غیر قانونی است. قدرت میگه تلفن مالکیت شخصی هر شهروند حساب می شود و شخص میتواند در تلفن معلوماتی داشته باشد که قانونگذاری حمایت آن را کفالت میدهد. مثلا به گفته این حقوقشناس تاجیک، شهروندان به واسطه تلفن عملیات بانکی انجام میدهند و میتواند در تلفنشون سری بانکی باشد یا اینکه شهروندان در تلفن‌های خود معلومات درباره سلامتیشون را نگاه می‌دارند و قانونگذاری آن را حمایت می‌نماید. تشکر میرزانبی. شکایت‌ها از فشار به جامعه شهروندی بعد ماه می زیاد شد. تاکنون مقامات از جمله تلفن‌های خبرنگاران رادیو آزادی را هم گرفتند. در نیمه ماه ایون خبرنگاران دلیر امامعلی و عبدالله غربتی به حبس گرفته شدند. سازمان‌های حامی حقوق بارها از مقامات خواستند فشار به جامعه شهروندی را بس کنند.